عجیبترین دروغ تاریخ، توسل هندوهای بتپرست به امام حسین رضی الله تعالی عنه. این هندوها اعتقاد عجیبی به حضرت حسین علیه السلام دارن. میگن ما هر چه بخواهیم میریم از حسین میگیریم، هر چه بخواهیم. اما میگن درخواست ما رو باید یک روحانی شیعه تایید بکنه. این شما رو به عنوان روحانی شیعه میشنا، اومده بود خدمت شما، داشت مشکلش رو میگفت که شما تایید مشکلش رو بکنید که بعد هم مشکلش حل بشه. و عجیبه خدای متعالم به جهات گوناگون مشکلات اینا رو حل میکنه به خاطر توسل اونها به حضرت ابا عبدالله علیه السلام مشکلاتشون رو حل میکنه. چگونه هندوهای بتپرست متوسل به امام حسین میشوند حالان که الله تبارک و تعالی را قبول ندارند؟ آیا هندوهای بتپرست امام حسین را واسطه بین خود و بت‌هایشان قرار میدهند؟